خب امروز یکی از بچه‌ها بهمون چالش داده بود، بریم ببینیم چالشش چیه. داداش منم الان چنلت رو دیدم، منم یه چالش دارم برو داخل ایزولیتد 7 تا کیت تو بلک بزن و مچو وین کن، چون راحت خدای. داداش من خودم اون روز دیده بودم، سابم کرده بودی، چطوری میگی من دفعه اولمه دارم چنلت رو میبینم؟ خب چالش از این قراره که باید 7 کیت تو بلک مارکت بزنیم و باید مچو وین کنیم. این از کیل اول، اینم از کیل دوم که خیلی دمیجش کردیم و داره فرار میکنه. الان میزنمش، صبر کنید. اینم زدیم و اینم از کیل دوم. بریم برای کیل سوم که این میمه سامساویری هست میگه اسپایدرمن، این فکر کنم همون بود. بعد کیل سوم هم زدیم. بریم برای کیل چهارم. اینجا این کلاس ایگنایتر همون آتیشی هست، همونو برداشته بود، منم رفته بودم اون خونه از دور زدمش. اینم از کیل پنجم، اینم از کیل ششم که گفتم بیا پایین سرمون داره در میگیره. اینم از کیل هفتم که کلاس ایگنایتر همون آتیشیه داشت و منم قبل اینکه بیاد تیر زدم و تا اصلا نرسید. اینجا هم بچه ها هرچی نمیاد تو دستشون بود انداختن تا من بمیرم و اینجا مجبور شدم سری راشه دادشون این اسمارسیه بدم و بزنمش و برم پشت کاورش. اینجا هم برگشتم یکی زدم تو صورتش، گفتم بخواب اینقدر اسمارس به ما نزد. بچه ها اگه این دست رو به نظرتون وین میکنم حتما تو کامنت ها بنویسید و نظرتون رو بنویسید. اینجا هم یه اسموک زدم تا بتونم آرمورم رو فول کنم و بعد انمی ها رو بزنم دوباره اون دوتا رو. اینجا هم آرمورم رو زدم و این دومیشونم زدم و رفتم فینیشش بدم. اون پایین زیر درخت من ندیدم انمیه رو، دمیجم کرد و تو جون مردم. بچه اگه از این شورت ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابو بکوبید. تا ویدیو بعد، خدا حافظ.